وارد فتوشاپ میشیم، ابعاد لازم صفحه رو انتخاب میکنیم، اون رو ایجاد میکنیم، رنگ پس زمینه رو مشخص میکنیم، فایل مورد نیازمون رو وارد فتوشاپ میکنیم، اندازش رو مشخص میکنیم و جای مورد نظر قرار میدیم. برای زوم یا زوم اوت کردن از کلید آلت و اسکرول ماوس میتونیم استفاده کنیم. رو بخش مورد نظرمون زوم میکنیم، نیو لیر رو میزنیم، از روی خطکش خطوطی رو میکشیم، روی خطوط لازممون قرار میدیم، از دستور دست و طول استفاده میکنیم، در وجوه شکلمون اشکال مورد نیازمون رو رسم میکنیم، از قسمت رنگ مورد نظر رو انتخاب میکنیم و داخل اون رو رنگ میکنیم و این کار رو برای همه انجام میدیم. بعد از اون میتونیم مرز این اشکالمون رو از راه شیپ و انتخاب خط رسم بکنیم، به این صورت که اول رنگ و ضخامت خطمون رو تنظیم میکنیم و بعد از ابتدا و انتهای اونجایی که میخوایم رو با نگه داشتن موس رسم میکنیم و برای تمام مرزها داخل شکلمون این کار رو میکنیم. برای اضافه کردن تکست و مدل های مختلف در کنار این شکلمون ما گزینه تکست رو میزنیم، متنمون رو مینویسیم، از ابزارهای بالا که زاویه و اندازه های مختلف این تکستمون رو توی محورهای مختلف نشون میده، اونطوری که میخوایم تنظیمش میکنیم و جای مورد نظر روی شکلمون قرار میدیم و بعد دقیقاً همین مراحل رو برای دیاگرام های بعدیمون انجام میدیم. برای مرحله آخر دیاگراممون میتونیم از اشکال درخت، انسان، ابر یا حتی حیوان در دستور براش استفاده بکنیم و اون رو به این صورت بچینیم. از دستور براش با شورتکات بی میتونیم استفاده بکنیم، شکل، اندازه و رنگ اون رو عوض میکنیم و در جایی که نیاز داشته باشیم و بخوایم قرار بگیره با کلیک بر روی موس میچینیم و در نهایت همچین دیاگرامی رو داریم.